سفرنا و قلب امتیها را آزردند و پر از غم کردند. چنان جنت زهرا سلام الله علیها می فرماید: سبت علينا طائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليها. مصائبی که بر من وارد شد، اگر بر روزها نازل شده بود شب می‌گردید و نصیب قنفذ نتوانست از حضرت علی علیه السلام بیعت بگیرد. با عده‌ای از مردم به خانه حضرت حمله کردند و اطراف خانه را هیزم گذاشتند تا حضرت علی علیه السلام را از خانه بیرون آورند. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها دست بر در خانه گذاشته بود و ورود دشمنان را مانع می‌شد. آن آهیزم‌ها را آتش زدند، سپس در را آنچنان بر روی حضرت فشار دادند که محسن ششماهه سخت شد. خصمی که کبود کرد بازوی تو را، افروخت به سینه ستم روی تو را. آنگاه دری که جانور ذاتش بود افکند و فروش کرد پهلوی تو را. شمشیر را با خلاف بلند کرد و به پهلوی حضرت و بعد با تازیانه به بازوی حضرت زدند، چنانچه بازوی حضرت مثل بازوبند سیاه. در این انجام حضرت ناله‌ای کشید که گویی مدینه زیر و رو شد و صدا زد: یا ابتاه، یا رسول الله، آیا با حبیبه و دختر تو این جنین میکنند؟ آه بزن مرا دریاب، فرزندی که را داشتم کشته شد. دشمنان وارد خانه شدند و از روی گوش شستر آنچنان سیلی بر او زدند که گوشواره
ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم مع خاتم سلام الله عليها. يا الله يا الله يا الله يا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لغنيك الفرج اللهم عجل لغنيك الفرج اللهم عجل لغنيك الفرج. بارلاها أقف حلولك حضرة زهراء سلام الله عليها قسم سبيلها مرزای اسلام را شفا عنایت فرما. پروردگارا بقام صورت نیلی شده ما را از یاران آقا و امام الزمان عجل الله تعالی رجه الشریف قرار بده و از غافل قرار بده و از جمیع بلایای آخر الزمان حفظ. هر که محمدیست مولایش علیست رهبرش خامنه ایست منتظر مهدیست بلند صلوات. السلام علیکم.